رقیب است تیمور رحیمов دوستان عزیز جایزه‌دار گران پری مراکش برنده مدال نقره هم جوانان و هم بزرگسالان تیمور رحیمov در چمپیونات جهانی نورسان سال 2017 با گرفتن نشان رامیز حسن‌شایخ ولایت مختار کوهستانی بدخشان از طرف دست چپ داور والیبال‌های کابل کریمزاد نوروز دوشنبه نشان برنجی موفق گردیده بود و پهلوان یکتکی سفید از طرف داوران آگاهی اول داده می‌شود. سال 2019 هم دوستان عزیز در قهرمانی آسیا این پهلوان سنگین وزن که 118 کیلو وزن دارد با گرفتن مدال نقره مشارف کردید. فکر میکنم معرفی هم دور و دراز می رود. دوستان عزیز تیمور رحیمov یکی از پهلوانان امیدبخش سنگین وزن محسوب می شود. برای بازی های المپی توکیو 2020 این پهلوان باید خوب آمادگی بیند چون که این پهلوان در قسمت فینالی قهرمانی آسیا با برنده مدال طلایی بازی های آسیایی جاکارتا پهلوان کره شکست خورده بود. حالا پای هم تیمور رحیمov جمشید حمیدов را پشت پای میزند و رقیب میافتد نزد تیمور رحیمov. این پهلوانان اندک سبکتر میباشند و تیمور رحیمov پهلوان سنگین وزن خیلی خوب آماده است. حالا من باوری دارم که این دانشجوی دانشکده جهان پهلوان سعید مومن رحیمov که در بخش سیوم میخواند بله این بار دیگر اثبات میکند چون سعید مومن رحیمov که او قهرمان است. من در مقیاس جهان رو در نظر دارم چون که از این میدان دیده میدان های مقیاس جهان آبروی کشور است. وقتی که پهلوانان ما در مقیاس جهان گشتین میگیرند برای ما افتخار است که آنها نامبردار است. اما قهرمانی امساله آسیا برای گشتیگران تاجیک خیلی پربرار بود. 2 مقام دوم و 3 مقام پنجم برای گشتیگران ما این نتیجه نظررس است. باوری کامل است که در قهرمانی امسال جهانی گشتین جدا که در توکیو برگزار میگردد این پهلوانان ما خوب میدرخشند و خصوص همین پهلوان سنگین وزن تیمور رحیمov. حالا تیمور رحیمov رقیب را کشاله کنان به هر کنج میبرد. اما برای جمشید حمیدов باشد گرفتن با رقیب پرقوت کمی مشکلی آورده است. تیمور سمت خوب می‌آورد. ببینید آستین و هم گریبان را خوب می‌دارد این پهلوان سنگین وزن تاجیک تیمور رحیمov. جمشید حمیدov خوجنجیدov حالا استید صدا بلند میکند و کم فعالی جمشید حمیدov او را مجبور میکند که باز گوید دوباره گیرید. نه جمشید اصول های بردروغ میگویند الله نه اتک نمیگویند رسول آگاهی اکنون نوبت دیگر در زیرگروهی وزن جمعی 80 کیلو برای تیمور رحیمov پهلوانان نامدار هستند. در آنجا حالا این هم بدن و در آنجا باشد یک پهلوان شاگرد فاروق صابرov یکی از پهلوانان خیلی هم خوب است نوروز کریمزاد. بله 2 پهلو مبادل گردید و حلال برای تیمور با جمشید گشتی گرفتن آسان بود. نوروز کریمزاد این پهلوان است در وزن
зери 66 кило гӯштари ҷудо мегирифт бо Хаёмиддин Ҷаборзода. ин ду паҳлавон дар Москав вақтҳои охир машқварзӣ карданд ва хуб ҳам гӯшти гирифтанд. рақобати паҳлавононро боз манзури шумо мекунем.